انقدر کامنت دارم که از من میپرسید برای دانشگاه فرهنگیان چه منابع رو بخونیم، چی بخونیم که دیگه من رفتم شخصا تحقیق کردم و با یه سری اطلاعات اومدم پیشتون. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به چنل یوتیوب من خیلی خوش اومدید. خیلی از من سوال میکنن همیشه که برای کنکور فرهنگیان چی بخونیم و همیشه جواب من اینه که اطلاعات من آپدیت نیست، چون من سال 98 کنکور دادم و اون موقع کنکوری به اسم کنکور فرهنگیان وجود نداشت. من کنکور زبان خارجه دادم و انتخاب رشته که کردم دانشگاه فرهنگیان رو اولویت قرار دادم، اما از پارسال یا سال پیشش فکر میکنم چیزی به اسم کنکور فرهنگیان کلا جداگانه اومده. برای همین من اصلا اطلاعاتی در مورد در واقع منابعشون نداشتم، اما چون خیلی سوال کرده بودید رفتم یکم تحقیق کردم و با یه سری اطلاعات اومدم پیشتون که امیدوارم کمکتون کنه. این اطلاعات رو من از هوش مصنوعی گرفتم که ارجاع داده بود به سایت سازمان سنجش و وقتی من توی سایت سازمان سنجش دنبالش گشتم دیدم کاملا اطلاعاتش درسته. یعنی چیزی که من الان دارم به شما میگم دقیقاً مبتنی بر سایت سازمان سنجشه و من با توجه به اعلامیه سازمان سنجش دارم این اطلاعات رو به شما میدم، بنابراین باید ولید باشه دیگه، معتبره. خب بریم ببینیم مواد و منابع امتحانی برای کنکور فرهنگیان سال 1403 چی اعلام شده. منابع کنکور فرهنگیان شامل دو بخش اصلیه: منابع تخصصی و منابع عمومی. بریم اول منابع تخصصی رو باز بکنیم. منابع تخصصی شامل دو ماده امتحانی هست. اولیش هوش و استعداد معلمیه. قسمت هوش و استعداد معلمی میخواد قدرت در واقع هوش، قدرت استنتاج و تحلیل شما رو بررسی کنه. بنابراین هیچ منبعی نداره. برای این قسمت هیچ منبعی معرفی نشده. در این قسمت از شما سوالاتی پرسیده میشه که در واقع قدرت تحلیل و استنباط شما رو به چالش بکشه. برای این قسمت میتونید نگاهی به سوالات در واقع کنکورها یا آزمونهای استخدامی سالهای پیش بندازید، تا حدودی میتونه بهتون کمک بکنه. حالا مثالی که میخوام بیارم نمیدونم زیر مجموعه همین قسمت دقیقا قرار میگیره یا نه، ولی چیزی که من برداشت کردم اینه: من وقتی که مصاحبه فرهنگیان رو رفتم به من گفتن که برو پای تخته و تدریس کن و خب شاید این قسمت مربوط به هوش و استعداد معلمی باشه و از من خواستن که تدریس بکنم. یا وقتی که قبل از اینکه بریم سر کار فارغ التحصیل که شدیم یک گزینش نهایی میکنن ما رو، بعد توی اون گزینش از من پرسیدن که اگر سر کلاس یه اشتباهی بکنی، یه چیزی رو به اشتباه بگی چی کار میکنی، عکس العمل چیه؟ و خب پاسخ شما هوش و استعداد معلمیتون رو 100% نشون میده. شاید جالبه براتون که بدونید جواب من چی بود. جواب من این بود که من با خنده ازش عبور میکنم و یه جوری ردش میکنم، میگم اینجا اشتباه شده. یا مثلا اگر یکی از بچه‌ها اشاره کرد که خانم اونجا رو اشتباه نوشتید، سریع درستش میکنم، میگم کجاش اشتباه شده و به شوخی و خنده ردش میکنیم، چون اصلا چیزی نیست که اشکالی پیش نیامده که دیگه. به هر حال جمله معروف من تو کلاس‌ها که به بچه‌ها میگم دانش آموزا ربات نیستن، معلمان فرشته نیستن دیگه. به هر حال اشتباه تو ذات آدمی هست دیگه. معلمیم درست، ما هم میتونیم اشتباه کنیم که اصلا it's not a big deal، واقعا مسئله بزرگی نیست. از کنارش خیلی راحت با خنده میتونیم رد شیم، نیازی نیست گارد بگیریم و خیلی دیفنسیو عمل کنیم. it's fine، موردی نداره که. ماده امتحانی دوم برای بخش تخصصی تعلیم و تربیت اسلامی هست. یه چیزی که تو پرانتز بهتون بگم، هوش و استعداد معلمی ضریبش 3 هست، تعلیم و تربیت اسلامی ضریب 2 داره. برای قسمت تعلیم و تربیت اسلامی منابعی معرفی شده. 3 فصل اول از کتاب مهارت‌های معلمی به نوشته استاد محسن قرائتی و کتاب‌های دین و زندگی متوسطه دوم که جدولش یا موادی که باید بخونید برای رشته‌های مختلف متفاوته. براتون عکسش رو روی صفحه میذارم، میتونید استاپ کنید و یه اسکرین شات برای خودتون بگیرید.
خب پس یه باری که مرور کنیم، کنکور فرهنگیان 2 بخش داره. بخش تخصصی که 2 تا زیر مجموعه داشت، در واقع هوش و استعداد معلمی و تعلیم و تربیت اسلامی. حالا میریم سراغ بخش عمومی. این بخش عمومی برای همه رشته ها در واقع یکسان هست و شما میتونید با مراجعه به کنکورهای سالهای اخیر که مربوط به فرهنگیان هست این سوالات رو پیدا کنید و تمرینشون کنید. ظاهراً برای این بخش توی سایت سازمان و سنجش یه منابعی معرفی شده که من نتونستم حقیقت پیداشون بکنم. اگر شما که این ویدیو رو میبینید اطلاعاتی دارید لطفاً کامنت کنین که بقیه هم بتونن استفاده کنن. و در آخر یک سری کتاب‌های تست و در واقع منابع آزمون هست که مربوط به کنکور فرهنگیان میشه که این ویدیو رو نمیخوام دیگه طولانی تر از این بکنم. اسم این منابع و کتاب‌هایی رو که میتونید تهیه کنید توی کپشن براتون مینویسم. باز هم هر سوالی داشتید حتما برام کامنت کنید، من به تک تک کامنت ها همیشه پاسخ میدم. با آرزوی موفقیت در کنکور فرهنگیان.